آره داشتم اینو میگفتم که زال خیلی هوشمندانه عمل کرد و با این موبدان هم جوری صحبت کرد که اونقدر از بزرگ داشته پروردگار و اینا گفت که اینا گفتن ما دیگه رومون نمیشه که بخوایم با تو مخالفت بکنیم. بعدش هم گفت که من عاشقم. گفتن باید چیکار کنی؟ بعد موبدان گفتن که باید با پدرت هماهنگ بکنی، ما هم پشتت هستیم تا بعد بابات بره با پادشاه صحبت بکنه، خودت یه کاره نری با منوچهر بخوای حرف بزنی. و اینم گفت باشه. حالا نامه ایه که زال برای منوچهر داره می‌نویسه، برای پدرش داره می‌نویسه و سعی میکنه که دل اون رو به دست بیاره. ببینید شما چقدر باز زیبا و هنرمندانه در گزینش مفهوم‌ها و واژگان دقت کرده. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر نوید و درود و خرام. خرامیدن که معنی با ناز و اشوه و زیبا یا با وقار راه رفتن، ولی اینجا به معنی خوش آمدگویی. ز خط نخست آفرین گسترید، بدان دادگر کو جهان آفرید. از خط نخست آفرین گسترید، خداوندی را که جهان گستر است. از اوی است شادی، از اوی است زور، خداوند کیوان و ناهید و هور. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. از او باد بر سام نیرم درود. از او یعنی از خدا، حالا از آن پروردگاری که وصفش رفت، بر سام نیرم، سام فرزند نریمان، درود باشد. خداوند کوپال و شمشیر و خود. خود که کلاه خود، شمشیر که مشخصه، کوپال هم که گرز. خداوند هم که معنی صاحب دیگه. مثلا به طور کلی واژه خداوند در متون قدیم به معنی صاحب دارنده است. چماننده دیزه هنگام گرد. دیزه اسب سیاه در مقابل چرمه یا خنگه که این دوتا به معنی اسب سفیدن. هنگام گرد کنایه از هنگام جنگ. چماننده یعنی کسی که به حرکت به جولان در میاره اسب سیاه رو در هنگام نبرد. چراننده کرگسن در نبرد، کنایه از اینی که تو اونقدر میکشی، اونقدر دشمنان رو به خاک افکندی که کرکس میچرانی گویی در میدان نبرد. فزاینده باد آوردگاه، در میدان چنان تاق و تاز میکنی که باد در آوردگاه افزون میشه. فشاننده خون ز ابر سیاه، گراینده تاج و زرین کمر. گراینده هم به معنی حمل کننده، هم به معنی به سمت چیزی میل کننده، جفتش هم میشه ولی اولی بهتره. گراینده تاج و زرین کمر، نشاننده زال که خود بنده باشم بر تخت زر. به مردی هنر در هنر ساخته، خرد از هنرها برافراخته. چه ستایشی داره میکنه پدرشو، چقدر واجدی میشه فهمید دیگه. این قلب پدر به تپش در میاد دیگه. بچت داره یه همچین صحبتایی میکنه درباره‌اش. به مردی هنر در هنر ساخته، بعد تازه هنر رو ولش کن، خرد از هنرها برافراخته. خردش بالاتر از هنرهاش قرار میگیره. من او را به سان یکی بنده ام، به مهرش روان و دل آگنده ام. ز مادر بزادم بر آن سان که دید. بر کدوم سان که دید؟ همونجوری که در ایران هستی دیگه نگم. موهام سفید بود. ز مادر بزادم بر آن سان که دید، ز گردون به منبر ستمها رسید. به منبر دو تا حرف اضافه برای یک اینجا ضمیر، یعنی بر من. از گردون بر تو ستم رسیده یا از پدرت بر تو ستم رسیده؟ میدونم از پدرم رسیده، ولی بلاغت حکم میکنه. همون چی بهتون دارم میگم، یعنی اثرگذار سخن گفتن حکم میکنه که اینجا بگم من دنیا اومدم. چرا باید اینو بگی اصلا؟ به خاطر اینی که میدونم پدرم سر این قضیه وجدانش ناراحته، پس باید بگم. ولی نباید بزنم ذوقش، نباید گل درشت باهاش صحبت کنم. جانم خویشتنداری باید
چیزایی که هفته پیش صحبتایی که هفته پیش فرمودین از طریق بله. عوارض برای اثرگذاری داره وارد میشه. بله. برای همین دارم میگم این داستان زال و رودابه از ابعاد متفاوتی جذاب و خارق العاده است. یکیش الان تو این قسمت اینجاهاشه دیگه. ز مادر بزادم برانسان که دید، ز گردون به منبر ستمها رسید. پدر بود در ناز و خز و پرند، مرا برده سیمرغ بر کوه هند. هند همون هنده. تو شاهنامه معمولا با واژه‌های قافیه میشه که متوجه میشیم که هند تلفظ میشده. نیازم بدان کو شکار آورد. نیاز من به این بود که سیمرغ شکار بیاره، غذا بیاره برام. آن کو یعنی آن که او. ابا بچه ام در شمار آورد. منو جزو فرزندان خودش محسوب بکنه. همی پوست از باد بر من بسوخت، زمان تا زمان خاک چشمم بدوخت. داشتم کور می شدم از گرد و خاک هر لحظه، زمان تا زمان. همی خواندندی مرا پور سام، به اورنگ بر سام و من در کنام. چو یزدان چنین راند اندر بوش، بران بود چرخ روان را روش. با 3 بیت تند رفت، بیت 4 دند عقب گرفت. گفت این آن چیزی بود که یزدان اندر بوش رانده بود. بوش میشه تقدیر، خواست خدا بود. بر شما ایرادی نیست. کس از داد یزدان نیابد گریغ، همون گریزه. کس از داد یزدان نیابد گریغ. اینجا داد معنی عدل نیست، معنی آنچه که خداوند بخشیده، آنچه خداوند داده است. کس از داد یزدان نیابد گریغ، اگرچه بپرد براید به میغ. میغ میشد چی؟ ابر. حتی اگه تا ابر پرواز بکنه. سنان گر به دندان بخاید دلیر، بدرد ز آواز او چرم شیر. گرفتار فرمان یزدان بود، اگرچند دندانش سندان بود. دلیر اگر سنان به دندان بخاید، سنان میشد نوک نیزه، خاییدن میشد گاز گرفتن. میگه دلیر اگه اونقدر شجاع و توانمند باشه که نیزه‌ای که طرف دشمن پرتاب کرده رو با دندون گاز بگیره، یعنی اینقدر بگه که من بیخیالم، اینقدر توانمند باشه، با آواز و نعره او پوست شیر چاک چاک بشه، باز هم گرفتار فرمان یزدان بود. حتی اگر دندانهاش مثل سندان آهنگران محکم باشه. حالا اینکه ولش کن پدرم، مسئله چیه؟ یکی کار پیش آمدم دل شکن، که نتوان ستودنش بر انجمن. پدر گر دلیر است و نر اژدهاست، اگر بشنود راز بنده رواست. من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، من آنم که دریا کنار من است. یار من شبهای تیره ستاره است، دریا کنار منه. از بس که میگریم، دریا گویی در دامانم بر آغوشم دارم. با توجه به مثال دوم، ستاره میتونه استعاره از اشکم باشه، علاوه بر اینکه معنی ظاهرش هم جواب میده. به رنجی رسیدستم از خویشتن، که بر من بگرید همه انجمن. اگر چه دلم دید چندین ستم، بازم نیارم زدن جز به فرمانت دم. پدرم و دلم در آورده، عاشقم، ولی جز به فرمان تو نفس نمیکشم، هر چی تو بگی. چه فرماید اکنون جهان پهلوان، گشایم از این رنج و سختی روان. هر دو مصرع علامت سؤال. ز پیمان نگردد سپهبد پدر، بدین کار دستور باشد مگر. که من دخت مهراب را جفت خویش کنم، راستی را به آیین و کیش. اول یادآوری میکنه که تو پیمانی با من بستی پدر، یادته گفتی که هرچی از من بخوای دیگه نه نمیگم، پس ز پیمان نگردد سپهبد پدر. این که اولا. دوما
بدین کار دستور باشد مگر. دستور باشد یعنی مجوز داشته باشم، اجازه باشد. دستوری دادن یعنی اجازه دادن. من به این کار مجاز باشم که دخت مهراب را به راستی به آوین و کیش جفت خودم بکنم. به پیمان چنین رفت پیش گروه، چو باز آوریدم ز البرز کوه. که هیچ آرزو بر دلت نگسلم، کنون اندرین است بسته دلم. خودت گفتی که هیچ آرزو بر دلت نگسلم دیگه، الان دل من به این بسته است. خب دیدید که چقدر جالب، هم از محبت پدری داره استفاده میکنه، هم یه سرزنش با واسطه ایلای پنبه که منو رها کردی و بالاخره من بچگی سختی کشیدم، هم یادآوری پیمانی که بسته بودی زیر قولت هم نمیتونی بزنی. و تازه تمام اینا رو که گفت با وجود این بدون سخن تو من نفس نمیکشم اگه اجازه ندی. سواری به کردار آذرگشسپ، ز کابل سوی سام شد بر دو اسب. میدونید که پیک ها از دوره هخامنشیان اینو ما داشتیم دیگه. پیک ها وقتی به جای میرفتن دو اسب میبردن که بتونن جاگزین بشن. اسب جنیبتی میگفتن. بفرمود و گفت در بماند یکی از اون اسباب، بماند یعنی زمینگیر بشه بمیره. بفرمود و گفت در بماند یکی، نباید تو را دم زدن اندکی. داره به اون پیکه میگه، به اون سواره میگه اگه یکی از اسبات مرد نفس نمیکشی، استراحت نمیکنی، دم زدن نداری. به دیگر تو پای اندر آور برو، بر اینسان همی تاز تا پیش گو. فرستاده در پیش او باد گشت، به زیر اندرش چرمه پولاد گشت. اسب رو داره میگه، اسب مثل آهن محکم شد، یعنی ماهیچه ها منقبض به تاخت داره میره. چون از دیکی گرگ ساران رسید، یکایک ز دورش سپهبد بدید. یکایک معنی ناگهان، تو شاهنامه چندین بار داشتیم. همی گشت گرد یکی کوهسار، چماننده یوز و رمنده شکار. سام رو داره میگه، داشت شکار میکرد، داشت یوز میچمانید و شکار میرمانید. یوز حیوان شکاری بوده، مثل که الان سگ رو برای شکار استفاده میکنن، یوز پلنگ استفاده میکردن برای شکار. بله ما یوزبان داشتیم، تا همین دوره قاجار یوزباشی داشتیم، مثل مسئول سگای شکاریه. چون این گفت با غمگساران خویش سام، بدان کار دیده سواران خویش، که آمد سواری دمان کابلی، چمان چرمه زیر او زابلی. سواری از کابلستان اومده سوار بر اسبی از زابل. فرستاده زال باشد درست بی تردید، از او آگهی جست باید نخست. ز دستان و ایران و از شهریار، همی کرد باید سخن خواستار. باید بپرسیم از اینکه داره میاد که از ایران چه خبر، از پادشاه چه خبر. همان در زمان پیش او شد سوار، به دست اندرون نامه نامدار. فرود آمد و خاک را بوس داد، بسی از جهان آفرین کرد یاد. بپرسید و بستد از او نامه سام، فرستاده گفت آنچه بود از پیام. سپهدار بگشاد از نامه بند، فرود آمد از تیغ کوه بلند. تیغ میشه بلندا، قله. سخنهای دستان که اسم دیگه ای زال باشه، سخنهای دستان سراسر بخواند. بپژمرد و بر جای خیره بماند. پسندش نیامد چنان آرزوی، دگرگونه بایستش او را به خوی. او میشه زال. زال را به خوی دگرگونه میبایست بود. سام میخواست پسرش جور دیگه ای باشه. چون این داد پاسخ که آمد پدید، سخن هرچه از گوهر بد سزید. ای بابا، چون مرغ ژیان باشد آموزگار، چنین کام دل جوید از روزگار. بچه‌ای که حیوان وحشی، پرنده وحشی بخواد بزرگش بکنه، باید هم یه همچین آرزوها و خواسته هایی داشته باشه.
ز نخچیر کآمد سوی خانه باز، به دلشندر آمد، به دلشندر اندیشه آمد دراز. اندیشه معنی اندوه. همی گفت اگر گویم این نیست رای، مکن داوری سوی دانش گرای. سوی شهریاران سر انجمن، شوم خام گفتار و پیمان شکن. موقوف المعانی دیگه. گفت اگر بگم این رای نیست یعنی خردمندانه نیست، مکن داوری یعنی ستیزه نکن، لجاجت نکن. داوری یعنی ستیزه، لجاجت. سوی دانش گرای، اون وقت سوی شهریاران و سر انجمن خام گفتار و پیمان شکن میشم، چون زیر قولم زدم. اگر گویم آری و کامت رواست، بپرداز دل را بدان چت هواست. از این مرغ پرورده وان دیوزاد، چه گویی چگونه براید نژاد. داستان میگه حالا ما این طرف تاریخ واسطادیم، این ور داستان واسه میدونیم که بچه‌شون بد چیزی نمیشه که چرز کنم بهترین میشه، ولی اونوری که نگاه میکنی مرغ پرورده، این طرف دیوزاد، اون طرف بچه ضحاک. این خیلی خطرناکه. بپرداز دل را. 20 تا بیت فقط در متن ستایش پدرش حرف زد. خیلی بلیه بود. آدم حسابی نظر میاد بدبخت. بله شما انتظار دارید تعلیق روایی به همین راحتی برداشته بشه؟ بپرداز دل را یعنی چی؟ ما الان میگیم دلتو خالی کن. دلتو خالی کن. هم کام دلت رو برار. اگر گویم آری و کامت رواست، بپرداز دل را بدان چت هواست. از این مرغ پرورده وان دیوزاد، چه گویی چگونه براید نژاد. سرش گشت از اندیشه دلگران، بخفت و نیاسوده گشت اندر آن. چقدر قشنگه. خوابید ولی نه از اون خوابایی که خستگی در بره، از اون خوابایی که میخوابی صبح کوفته تر از دیشب که خوابیدی. بخفت و نیاسوده گشت اندر آن. سخن هرچه بر بنده دشوارتر، دلش خسته تر زان و تن زارتر. گشاده تران باشد اندر نهان، چو فرمان دهد کردگار جهان. همونی که خیلی دلتون میگیره، فکر میکنی که منو بدبخت میکنه این قضیه، خواست خدا که باشه، همون اتفاقا چیزی میشه که بیشتر از هر چیزی باعث گشایش کارهات میشه. سام نگرانه، به حقم نگرانه، ولی ما میدونیم که نگرانیش بیجاست.